ثروت، شهرت و خوشبختی. خب از همین سه چیز همین خیلی گپ ها هست، من هم نمیدونم، یعنی این برای آنکه هر کس به هر خیل است. از همین گپ ها هر سش نه و حتی دو تاش هم نه. اگر گوییم که فقط یک تاش انتخاب میکنیم، کدومش انتخاب میکنیم؟ خوشبختی، ثروت، شهرت. از سه خوشبختی. برای فرزندتان چی؟ خوشبختی. پس چرا شما تلاش میکنید که وای همیشه احساس خوشبختی نکند؟ خب اگر خوشبختی وای در یک کاری باشد که ابلهانه، مثلا کودک گوید که پدر من میخوام از صبح تا شام پیسته خورم و شینم، برای من خوشبختی. خب با من چی گویم که این خوشبختی حقی تو؟ آشنا شما میخواید وای خوشبخت باشد نه؟ پس برای چی اجازت نمیدید که وای خوشبخت باشد؟ ببینید نه من پاسخ دهم. خب نه شما گوید. فرض کردیم فرزند من میگوید که برای من از صبح تا شام تلویزیون تماشا کردن خوشبختی. من چه خیال گویم که خب این خوشبختی من خلال نمیرسونم، بگذار خوشبخت شم. آشنا برای همین خوشبختی است، برای شما نه. برای شما یک کار دیگه خوشبختی است، اما برای همین خوشبختی است. ما یادمون نرود که آدمی دیگر ما نه.